تراژدی اسفناک. در سالهای اخیر نرخ طلاق در کشور رو به افزایش است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.2% افزایش یافته است، در صورتی که نرخ ازدواج سیر نزولی داشته است. بیکاری، تورم و نبود زیرساخت‌های اساسی برای جوانان از مهمترین دلایل طلاق و کاهش ازدواج هستند. میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در 3 کشور اصلی اروپای غربی است. در ایران بیشتر طلاق‌ها در گروه سنی 25 تا 30 سال است. در گزارشی اعلام شده 80% طلاق‌ها در ایران در جوانان زیر 30 سال است. قوانین طلاق در ایران بر پایه فقه اسلامی و صدور حکم درباره طلاق در چارچوب صلاحیت دادگاه خانواده است. در حقوق ایران طلاق تنها به اراده مرد واقع می شود و نیازی به موافقت زن ندارد. در قوانین ایران و فقه اسلامی طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود، یعنی پایان رابطه ازدواج ناشی از اراده مرد است، نه اراده مشترک طرفین. حتی در طلاقی که با توافق زوجین انجام می شود، این توافق انگیزه طلاق است و صیغه طلاق را شوهر اجرا می کند. با وقوع انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص 1358 برخی از مواد قانون حمایت خانواده نسخ شد. با توجه به قانونی که در ایران هست، حق طلاق با مرد است و مرد هر موقع که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق بدهد و باید گفت که نارضایتی زوجه در این موضوع هیچ تأثیری نخواهد داشت. این تنها بخشی از زندگی تراژیک در ایران است.